روز بخیر مقبول ترین خواهر دنیا. صبح بخیر. اونجا بیشین، من میخوایم امرایت گپ بزنم. چی شده خواهر؟ انشالله که خیرت باشه. والا ظفر، راستش تا امروزی تو نشده که درباره تو یک گپ نباشه. خیرتی از کجاست؟ خواهر تو خو بیخی دل مرا مندازی. های ظفر، من خو میگم قلبت استاد شوه که کل ما از دستت راحت شویم. تو چرا این قسم گپ میزنی؟ من خواهیش نفهمیدم. بعد از همه قسم از گپ زدنم دلت جمع باشه. توبه. برام بگو کار پیدا کردی یا نکردی ها؟ به نظرت کار است؟ تو خو بهتر از من کلو گپا را میفهمی. ظفر، باید بگردی و کار پیدا کنی دیگه. به خدا هر روز میگردم. ببین پایم حوله کرده. به خدا هر روز میگردم. باش چوبش دیگه. خدا جزایت نتده چشمای مدرایی و دروغ میگی. من تو را خوب میشناسم. طرف ما ببین ظفر، برو برات یک کار صحیح پیدا کن دیگه. مرا هیچ حساب کن. با خدا با بسیار مشکل خرچ خانه خدا پیدا میکنم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар тикток sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. درست از خواهر جان میفهمم. اگه ضرورت شد تو لایره که به خاطر خط نسوری بچه تا آورده بودی ما بفروش. اوه ما اونا را وقت فروختیم. تو خبر نداری خواهر جان. آی دقار خدا شبیه پول اونا رو هم خرج کردی ها؟ او 15,000 لیره ارزش داشت. خواهر تو یک دوای مسکنی و یگان چیز دیگه بخور. ما میرم که کار پیدا کنم. وضعیت تو خو هیچ خوب نیست. فهمیدی؟ من میرم دیگه. برو گم شو. از پیش روی چشمایم گم شو. نمیخوایم ببینم. درست است خواهر جان. آیا تو تلارم فروختن؟ اگه نمیفروختن به تو میدادن. اینجی احمق. هر کسی مثل تو نیست. خدایا ما چی کنم؟ اینقدر پول از کجا کنم؟ توسون نمانین که ظرفا با نفهمیده شد. درست است استاد. گوش کن. ها جانم. نان تیار از کار آشپزخانه خلاص شد. من میرم کمه دراز میکشم. درست است. دیشب از برکت تو بچید نتونستم که کمه خوش شوم. از خاطر میرم. چی میکردم؟ مصطفی خوام نمی بود. سحر و کمالم تا صبح با هم قصه کردن. منم هیچ خو نبود به خدا. درباره چی گپ میزدین زن؟ آی ما چی بفهمم؟ فقط نمیشناسیشون. حتما کدام گپ داشتیم. خوب است من بالا میرم. برو جانم. توسون ما با یک ساعت بیرون میرم. متوجه اینجا باشی. درست است بچی؟ درست است خواهر درست است. آفرین بچی گلم. خودگم من رفتم. بسم الله. یک قسم نمیشه بیادر. این دوستای اکشنی هیچ خوشم نامد. فقط که نمیبینین از این طرف روی خوبتر معلوم میشم. یعنی از این طرف فیلم بگیرین. لطفاً کامرا را تنظیم کنین دوستا. بفرمایین آقا کان. واقعا کارتان عالی بود. بسیار خوب بازی کردین. مرا زیاد خوشم آمد. بسیار تشکر میکنم. ما برات چی گفتم ها؟ گفتم که منتظر باش و ببین که من چی میکنم. اما تو گفتم برات نه؟ کانکس کجاست؟ کجاست؟ یعنی چند ساعت شد قرار بود بیای اما نامده. چرا؟ درست است. من میالالش میکنم. تشویش نکنی. بدو. او چیزی را که گفته بودیم چی وقت آماده میشه؟ یعنی آقا کان راحت نیست. تو چرا تحریکش میکنی؟ این کارا چی معنا داره ها؟ نقش اصلی را خود کان کس نداره ها، کان داره. تو کارمند خود ماستی کم متوجه باش. برو برش بگو که به کارت برسه. من دیگه حوصله‌اش ندارم. من میخوایم کارم به درستی انجام بدم. من نفهمیدم که منظورت چی است. آقا کان نقش مرکزی است. چیزی را که میخوای حاضر کن. اوف. امروز گپ زدی؟ ها آقا کان امروز گپ زدم. گفت درست است. البته تا 5 دقیقه دیگه براتون میاره. اصلا تشویش نکنی. واقعا راست میگی؟ بله. فکر کنم که سیبال قارس حتما زیاد گرمش کرده. بله حتما زیاد گرمش کرده. بیا که بر استونات شما بریم و اینجا نزدیک است نه؟ ها نزدیک است. بیاین که بریم. زود باشی. حتما در اونجا یگان چیزه به خوردن پیدا میکنیم. اگه من یک قسم سند داشته باشم باز چرا پیش شما بیایم؟ آی خدایا جان مرا بگی که راحت شوم. خدایا من اینقدر پول از کجا کنم؟
خانم سحر، اینا به شما آمدن. زیاد گلای مقبول است، بیخی بخیلیم آمد. بسیار تشکر. اینا رو کی روان کرده؟ در بینش کارت است. خب درست است، تشکر. به قسم به نتیجه نمی رسیم. در رستوران منتظرت هستم، بیا که گپ بزنیم. آیشه، اوزر گپ میزنیم خانم آیشه، گپ میزنیم. برای من یک نوشابه آوردم. درست است میارم. مام یکون چیز خواسته بودم بچه. درست است، زود کدم میارم. والا بیرو بارتان زیاد است. بله، اینجا همیشه اما تو بیرو بار است. میخواین یک بار باغچه رو ببینیم؟ بله بفرمایید. شیرین، تو در ایستاد اینجا چی میکنی؟ ما بنان خوردن آمدیم اینجا. معرفی میکنم خانم کاکای ملکه. اوه پس همین قسم است. سلام. تو ایره بگی به میز سوم ببر. سلام، من هاکان امران هستم. بازیگر فیلم. خلاصه براتون بگویم هنرپیشه. آی راست میگی، به نظر من شما رو در کدام جای دیدیم. بچم کدام سریال بود چی بلا؟ راستش نه، شاید در کدام کلیپ آهنگ بود. کلیپ بود همه تا نیست ها؟ از این معلومات کمتان اصلا خوش نشدم خانم محترم. از دیدنتان زیاد خوش شدم. پس بفرمایین یک جای بشینین. چی اشتها دارین ها؟ ما میخوایم یک بار کل جای ببینم، البته اگر شما کدام مشکلی نداشته باشین اینا بسیار مزه‌دار معلوم میشن. بله حتما باید غذای ما رو امتحان کنین. هر چیزی که میخواستین باید همراهش برنجامت میباشه. از سیرابی و آشلامام حتما باید بخورین. اما من فکر میکنم که امتحانش یک بار شرط است. مگم در اینجا کل چیز عالی به نظر میرسه. این قضیه چیزا رو شما چه قسم آماده میکنین؟ آشپزخانه نشانتان به تو ما کاکا. والله بسیار خوب میشه. میخوایم یک بار کل چیزا ببینیم. آشپزخانه ما اینجاست. واقعا؟ بفرمایین. در اصل آشپزخانه یک جای خصوصی است، اما شما فرق میکنین آقا کاکا. ببینین که اینجا آمده. شیرین، تو امروز در فیلم برداری نبودی؟ آی مادر بد است، به خاطر نان چاشت اینجا آمدی. مادرت است؟ ها؟ سلام، من هاکان امران هستم. شما باید اینجی کوزگون باشین نه؟ از دیدنتان زیاد خوش شدم. فقط بگویی که زیاد وقت میشه شما را دیده باشم. یکی از شما خب باید در سر کلان گرفتار شوی، مخصوصا تو خانه اینجی محترم. مام از دیدنت خوش شدم. زیاد خوش شدم بچه. مادر جان، آکان امران یکی از بازیگرای اصلی در سریال است. پس این قسم است. موفق باشین بچه. خداوند خوشبختت کنه انشالله. بسیار تشکر. سر آشپزتان کجاست؟ هیچ معلوم نمیشه. راست میگه، پدرم کجاست؟ او بالا رفت، حتما خوابش برده. خیلی است. کدام چیزی میخوایی ها؟ از یا چیزای خوش مزه داریم. پلاوام هم رایش میارم، خوش داری؟ عالی است، زیاد خوش دارم. اما اگه چیز سبک باشه به نظرم خوب میشه. داریم، چطور نداشته باشیم؟ زیتون هم داریم، لوبیا هم داریم، دلمه ترکاری هم داریم، ماست هم داریم. اما تو نیست؟ پس از این چیزا خیلی بیارین. درست است. حالا دیگه بیا ملک، بشقابا را به مبته زود باش. بشقابا بته. بله خانم سیبل. بله ما در رستوران هستیم. چی شده؟ صبر کنی. ایره اینجا میمانم. درست است؟ درست است فهمیدم. تا دقیقه دیگه میایی. چی شده دخترم؟ چیزی نی. چی شده؟ تمام صحنه‌های شما را میخواین زودتر فیلم برداری کنن چون برنامه تغییر کرده. حالا هرچی زودتر باید بری. خب حالا چه قسم میکنی؟ چی کنیم دیگه؟ شما میتونین برای ما بتین امرای خود میبرین. درست است. امرایتان ببرین. زود بس بندیش کو ملک. تو بکدیم خدایا. کاش که میتونستین اینجا 6 تا آرام نان میخورد. کاش که ما می قسم میخواستم. اما خب به هر صورت پس تا او وقت ما برام دم موتر منتظر هستم. راستش از دیدن شما زیاد خوش شدم، بسیار خوش شدم. مام بچه مام همچنان وقت خوش. باز به امید دیدار میبینیم. بازم بیایی. حالا بخیر. من پاکتارم یارم شما برین. من باز خواهد دیدیم. حالا زود باش. درست است. چه آدم جالبی بود والا. امر کالای ثبت اینجا آمده بود. فیلم کمدی میخواین ثبت کنید؟ مادر تو هم دیگه نه. کالاش کجا جالب بود؟ توبه به نظرم سبکش خاص است. آی دختر،
اگه در نقش اصلی باشه سریال اصلا بیننده نخوادش برات گفته باشم. به نظر مگه لباسای خوب بپوشه بیننده پیدا میکنه. حتما تشویش نکن. های زود باش که را ببرم. حالا دیگه بگی از اونجا یک پلاستیک هم بگیری. آی حالا دیگه زود برو که سرد نشه. در را تال نتی. برو دیگه دختر برو. خب بله آمدم. درباره چی میخواین گپ بزنید؟ ای چی است؟ اجازه نامه. کل چیز خلاص است. فقط باید یک امضایش کنی. پیش پرداختم ازت نمیخوایم. و 1 سال دگم میتونین که راحت در خانه‌تان زندگی کنین. یعنی به خاطر این کارتان باید از شما مدیون باشم؟ تو باید بری همراه بچیم گپ بزنی و قانع بسازیش که در جداییتان من هیچ نقشه ندارم. اگه ای گپ برش بگویم چی میشه؟ اون وقت باز متاسفانه باید خانه را ازتان بگیرم. باز خواد دیدیم که شما چی کده میتونین. باز میبینیم. از من چی میخوایی به خاطر گپ زدن همراهش؟ میخوایی ازت معذرت بخوایم؟ معذرت میخوایم. دیروز همراهت زیاد بدرفتاری کردم. اعصابم زیاد خراب شده. بله حق به جانبستی همراهت بسیار رفتار بد کردم. معذرت میخوایم. شما عادت دارین خانم آیشه در بدرفتاری. خب به هر صورت از منی باید از مادر پدرم معذرت بخواین. شاید او وقت بتانم گپتان قبول کنم. آرام باش آیشه. آرام باش. آرام باش. آرام باش. چی شده؟ تو در اینجا چی میکنی؟ چی گپ است؟ بگو. قرار بود با هم نان خوردن بریم. اتفاقا پشت سر هم آمد نتونستیم بریم. نظر درباره امشب چطور است؟ درست است. درست است. درست است. خیمه شو پشتت میایم. بیا زو همینجا می باشم. درست است. قبول دارم. منتظر متعجب ساختنم باش. خوب است. خی خداحافظ. خداحافظ. به نظر من این صحنه را باید 2 دفعه نوشته کنیم. چرا؟ به نظر من خب بسیار خوبش است. دختر توم هیچ اعتراض نمیکنی نه؟ یعنی چی؟ براک زنگ زده. بله؟ تو کجاستی؟ نیکه کت سحر بیرون رفتی؟ راستش چی است؟ ارهان تو شماره استاد بوران داری رفیق؟ من در موبایل سابقم داشتم. میخوایم که یک جای ریزرو کنم. او مای فروشه که در کدویست امور میگی؟ یعنی که گذشته بازم تکرار میشه ها؟ بله تو شمارهش داری یا نه؟ دارم صبر که برای روان میکنم. خوب است. انتخاب خوبی است. خیکت سحر به جای حادثه میری نه؟ درست است تو شمارهش روان کن. حالا باز میبینیم.
همیشه میگه یک قهوه به ما بیاره. تشکر، بسیار مزه داره. سلامت. بعد از اینکه جدا شده بودیم اینجا آمده بودی؟ نه خیر. ما هم نامده اما زیاد تغییر نکرده. اینجا جایی بود که آخرین بار یکی دیگر رو دیدیم. بله مام کلش و مغزت خوردم قصه فیلم برات کردم. نه زیاد هیجان داشتی. تو که هیجانی میشی مقبول معلوم میشی. اما تو چوب بودی. نگو که میخواستی ترکم کنی با او خاطر چوب بودی. باید برش بگویی سحر. باید کل چیز برش بگویی. او هم حق داره که بفهمه. این قسم نمیشه سحر. باید یک جای پشت بچه تان بگردین. یک قسم امکان نداره. این کارت به انصافی است. بسیار بدم است. فهمیدی گپم؟ میگم پدر براک روزنامه‌نگار است نه؟ یک روزنامه‌نگار مشهور. درست است؟ بسیار شناختم داره. کمکتان هم میکنه. او رسانه‌ای میسازش. هر کاری از دستش میاد. برش بگو سحر. عزیزم نمیتونی به تنهایی از عهده‌اش بری. برش بگو یک جای برین بچه تانو پیدا کنین. فهمیدی خواهر؟ سحر بیبی تشویش نکن. من خواستم نی کمکت میکنم. کل ما یک جای زینو رو پیدا میکنیم. چطور پیدا کنیم؟ تو مطمئن هستی که در اینجا هستن؟ من رفتم اما اونجا نبودن. ولی کم کم میترسم. قطع نکو درست است تا که پیدایشان کنم. سلام جوانا سلام. سلام. میخواین مایا رو ببینین؟ میخوایی ببینی؟ بفرمایین. پیدایشان کردم. درست است زنده باشی. البته ماهی ها اینجاست. کدامش هم میخواین؟ البته که لوفر. من میشه از ماهی خوردن خوشم میاد. یک بارم نمیخوایی از این لوفر امتحان کنی؟ تو چه قسم استانبولی هستی؟ هی براک فکر کنم کدام کسی اشتباه در میز ما شیشته. خب مایایتان آماده کنم درست است؟ درست است تشکر. بفرمایید. توبا خیرت است؟ ما اینجا را زیاد خوش دارم. از کجا که به اینجا آمدیم؟ راستی ما معرفی نشدیم. من توبا هستم. دوست دختر براک. یعنی بهتر است بگویم دوست تمام زندگیش. خب پس قسم است. از دیدنتان خوش شدم. باز براک براتان خواد گفت که من کی هستم. تو میخوایی چی کنی؟ از عشقم دفاع میکنم. جرم است. نمیتونی مرا مقصر فکر کنی. بعد از 10 سال دیدن قسم صحنه برام آسان نیست. تو همینجا باش ببین ما چی میکنم. خب صبر کو ببین گپ ما گوش کو که ما چی میگم. صبر کو گوش کو. ما از هم جدا شدیم قصدن این کارا میکنم. دیدن این قسم صحنه برام غیر قابل تحمل است. سناریوی تو بسیار خراب بود. اوش کنی که دیگه پشت من نبینی. دیگه نمیمانمت که تو فرار کنی. با فکر آرام رفتم میتونی حالا صحنه در دست تو است.
هر کاری که میکنی برو بکو. مگم تو عاشق فرار کردن نیستی؟ بیا از دفعه قبل هم همی کارا کرده بودی. کمال 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 تو را میگم بچیم. کمال جان حالا بخیز دیگه بچیم. مادر تو چی میکنی؟ فقط که زلزله باشه. چه باش دان تا بخیر واس کد زلزله چی شده؟ نه که پدر میکدم چیزی شده. نه بچیم خدا رو شکر پدرتم خوب است. میخواستم یک چیزی رو برات بگویم. پول خانه را خوب به بانو ندادی نه جان مادر؟ وقت برش دادم ها. آی بد کردی بچه جان. چه عجله داشتی که بری و قدر پولت زود بتی؟ خی پس خو کو دیگه. چه قسم خو کنم؟ گپت زدی دل من آرام ساختی، حالا مرا میگی خو کن. نمیتونم خو برم. توبه فقط بگویی که شو هیچ خو نشده باشی. من نمیتونم از بچیم پرسان کنم پولی را که سالا با زحمت پیدا کردیم چی کرده ها؟ ما ممیره میگم، اما پدرم برم گفت که برو تو شریک شو. کاری نکردیم، پدرم خودش برم داد گفت برو، ما بردم دادم دیگه. چرا پرسان کردی؟ آی درست است. میبخشی که پرسان کردم. بسیار کار خوب کردی. آفرین. حالا خو ما باید برم. چی کردم میتونم؟ توبه کردیم خدایا. توبه کردیم خدایا. حالا چی قسم مرا خو خود برد؟ امشب دیگه وقت من خلاص میشه. چی باید کنم؟ آی خلاص است تباه شدیم. من میشینم امراش رو برو گپ میزنم. یعنی میخوایم من از بین ببره. برش میگم من دی درست چه قسم قدر پول پیدا کنم. کم دیگه ازش وقت میگیرم. یعنی شاید خوب شود. آی خانم کاکا، چی بلایی بود که سر ما آوردی؟ چرا میخوایی که قسم کارا را کنی ها؟ های خدای تو برای ما کمک کن یا رب. بالا برفا بدل فریاد دارم، خانم جان رخ در خاطر ناشاد دارم، خانم جان رخ در خاطر ناشاد دارم. جانم نه که تو هستی؟ چطور؟ تو هستی؟ اوه صاحب خانه ما اومده. ما میخواستم که امروز مزاحمتان شم. راستش به خاطر یک چیزه. میخواستم که شما رو ببینم. بفرمایین. اینجا هستم. تشویش نکنین، من به نیت دوستی آمدیم. پس قسم که از زیاد خوش شدم. زمستان پیش روی داریم. پیدا کردن یک دکان نو وسایل نو بسیار مشکل خواهد بود. میخواستم امیر براتون بگم خانم فقط برای ما یک کم دیگه وقت بتین خوب میشه. حق به جانب هستین. حق به جانب هستیم؟ بله معذرت میخوایم به می خاطر اگر شما اینجا را امضا کنین هر چیز زودتر کل چیز حل میشه. واقعا حل میشه. نه میبخشین اما ما ای چیز را امضا نمیکنم. هیچی است به خاطر تخلیه آوردین؟ نه خیر، اجازه نامه است. دقیقا مثل اجازه نامه فعلیتان است. میتونین یک سال دیگه اینجا باشین. آقا مصطفی واقعا میتونین. جدی میگین؟ بله. چطور شد که تصمیمتان را تغییر دادین؟ پشیمون شدم. امکان نداره. بعض اوقات آدم پشیمان میشه دیگه. حالا اگر میخواین امضا کردن میتونین. اگر ای چانسام از دست خود دادین آقا مصطفی. خیلی اجازه بتین که یک بار ببینم. البته.
خانه مسکونی. 1 سال دیگه در اینجا بوده باش کده میتونین. این خب مثل قرارداد سابقه است. بله. پس امضایش میکنم دیگه. بفرمایید. همینجا امضا میشنه؟ همینجا. صبر، نباید حال امضا کنی. سحر باید ای را ببینم. خانمش دیگه بته صحیح. خواهی قسم است. یعنی قدر زود میخوایی سری زن باور کنی؟ بسیار کم مونده که منصرف شوم. چه قسم آدم هستی در چیز مداخله میکنی؟ چی کنم؟ همینجا را امضا میکنم. بله ها، اینجا را امضا کن. خوب است، اینجا را باید امضا کنم. این امضا کدام؟ بله ها. خب اینجا را باید امضا کنم. معلوم میشه که اینجا را باید امضا کنم. بله، یام قلمتان. بسیار زیاد تشکر آقا مصطفی جان. بله. حالا دیگه بخیر بشینید. زنده باشین، خداوند از شما راضی باشه خانم. روز بخیر. روز بخیر. والا گفته باشم از این زن هیچ خوشم نمیآید. ایره باید 1 بار سحر میدید. ما خود دیدم. به نظرت من کدام آدم عادیستم؟ ها، خوب سعی دیدم که چه قسم خواندیش مصطفی. خواندم دیگه. گرفتم اما تو مرور کردم فقط امقه. درست است. کاملا درست است. نخواسته که کدام پلان جور کنه. زمانت نمانده، پیش پرداختم نمیخواه. دخترم تو 1 بار دیگه هم خوب سعی ببین. من سر او زن فریبکار هیچ باور ندارم. یک قسم عجیب طرف پدرت سایل میکرد. عجیب گفتی؟ بله عجیب. نه او قسم نیست. نا گپ دراز نکن خانم. یک قرارداد استاندارد است دیگه. خب او زن چی وقت اینجا آمده بود؟ پیش از آمدن تو هم اینجا بود دخترم. والا زیاد تعجب کردم. تو بته ما ببینم. تو چی میفهمی؟ فقط تنها تو میفهمی. باش، ما 1 بار ببینم. او حتما چیزی به فایده خود نوشته. من میگم آفرینت بیادر. یعنی تو یک گپه به خواهرم گفتی. باش ببینم. البته تو هم دیده میتونی. ما هم خواندم دیگه. احمق خونیستم دیگه. توبه. کدام چیز دیگه هم گفت؟ مثلا مزرعت خواهی یگان چیز. میخواستم 1 گپ حسابی برش بگویم اما پدرت نمان. مادر جان کم صبر داشته باش. آی خب پدر میشنو. چیز خاصی نیست. فقط امیر دادا گفت که اجازه نامه است. میتونین 1 سال دیگه هم اینجا باشین. حتما از کارایی که کرده زیاد پشیمان است. وامن سال از دیگه حتما پشیمان شده اولادم. نباید هم رئیس زبان بدل کنیم. چون ما آدمای با شخصیت هستیم قسم آبروی ما میره. فقط بگو حساب بانکی داریم یا کدام ماشین چاپ داریم. چطور؟ بیا زوبه هیچ چیزی ضرورت نداریم. البته دیگه جانم این شما نیستین که برین در بانک اوزار کنین که قرضه بده. قرضه گفتی؟ نفهمیدم قرضه چی؟ مادر، تو به همین خاطر هر طرف پول میپرسی؟ بس از دیگه به هم دیگه تن پاس ندین. بیا زوده ای گل و صحبت حسابم خرابه. توبه با آدم نورمالم شما حساب نمیمونی. خوب است که مال از این خانه کوچ کنیم و بریم. از هر طرف بسیار خانه‌های خوب منتظر ما است که بریم و زندگی کنیم. بیا زودگه ما پول کوچ کشی هم داریم. 1 خانه بود کورم به خاطر او بانو فروختیم. مجبور هستیم که قرضه بگیریم دیگه. ها؟ کدام چاره دیگه برای ما ماندن؟ نه دخترم نه. مادر جان گپ زیاد کلان کردی دیگه. یعنی میخوایی که در یک جای دیگه دکان باز کنی؟ کل مردم خود زندگی راحت ندارن. چند نفر هستیم؟ 1 رقم حلش میکنیم دیگه مادر جان. قسم گپ میزنین اصلا نمیفهم که درباره چی گپ میزنین. راست میگم. کرایه چی؟ قرضه چی؟ چرا قسم گپ میزنین؟ بالیاز خدا قسم گپ نزنین. کبک فشار مونده و میکفه بس خلاص از بین میرم. باز بشینین خوش شوین. هر طرف که برید برای غرض نیست. از من دیگه فقط گفتن بود که نشه فردا یا پس فردا او زن بیایه و باز کدام مشکل جور کنه. او وقت دیگه من اصلا غرض ندارم. من رفتم دیگه. خب بس برو من به وکیل همسایه میگم که مشکلات حل کنه. بیا زوبا ما هیچ وقت نداری. تو چرا قدر امرایش لجبازی میکنی زن؟ او خود کدام چیز بد نگفت. تو خب بیا زو همیشه از دختر دفاع می. نوبت ما که رسید فقط ملامتم کن. امروز هیچ کس نمیتونه مرا جگر خون کنه. حالا دخترم تو برای قهوه اومده که در باغچه بخوریم. حالا زود شو برو دختر قنده. درست است پدر جان. تو هم برو کم آرام باش دیگه. دیگه مرا غرض نگی. ایران با ما بته که 1 بار ببینم. دخترم دیگه تو چی نمیفهمی؟ چی را گرفتی؟ استاد شو. پدر 1 بار خدایا. ببینم که چی نوشته کرده. چی میکنی؟ هر کس در این خانه به خود یک راهنما شده. نه مثلا زوزن خوشم نامد. ای خدایا چی کنم؟ درست است مادر، آرام باش. ما آرام هستم. توبه.
توبا؟ چی شده؟ براک از ما جدا شد خاله عایشه. بیا جانم. بازم مرا به خاطر او دختری لا کرد. درسته ازش. آرام باش. کل چیز جور میشه. بیا که داخل بریم. با هم یک چای میخوریم. چی گفتی؟ خیرت است؟ به نظرم آمدی که به خاطر فیلمت خانه بپولی. باید کم آرام باشی دختر مقبوله. من مثل احمقا دیشب به او رستوران رفتم که با هم میخواستن نان بخورن. ناحق قدر خود تحقیر کردم. براک حتی پشت سر خود ندید و به خاطر او دختر رفت. من تا اونجا تنها منتظر ماندم. دختر قندم. درسته از گریان نکو ایفی چشمای مقبولت نکده؟ او دختر همراه من رسما جنگ کده. یعنی که خوبی به شما هیچ فایده نداره خانواده کوزگون. اما من میفهمم که همراهیتان بالاخره چی کنم. از کارتان پشیمان خود شدین. میبینم که چه قسم در رستوران با خیال راحت میباشین. لازم نیست که چیزی را توضیح بدی. ما با هم کدام رابطه‌ای نداریم که برای ما چیزی را توضیح بدی. مادرت امروز به پدرم یک اجازه نامه آورده و او را امضا کردم. یعنی میخوای کل چیز حل شوه. دقیقاً همون شرایط قبلی. معذرت خواهیم کرده، یعنی دیگه کدام پلان نداره. ای دیگه چی معنا داره؟ زیاد مقبول شدی. بیازو همیشه مقبول استی، اما امروز در دلم گرم خوردی. امشب هیچ خوابم نبرد، به تو فکر کردم. البته دیگه باز گپای عقل ناقت شروع میکنی. دختر بچه که به عشق خود ادامه دادن نمیتونن چرا باید ادامه بدن؟ یعنی مشکل چیست؟ ای تو کدام چیز است که در این مدت درباره‌اش برایم چیز نگفته باشی سحر؟ بلای جانت میشم. ناق خدا به زحمت نساز. چطور میتونم ایره برات بگویم؟ اولاد داریم و از پیش ما گم شده. تو ای کارا کدم میتونی. میری و کل چیزا برش میگی. کات نه، یک قسم نمیشه. حالا دختر جان برو بیبی که باز چی شده؟ نه، یک قسم اصلا نمیشه. چی شده آقا کان؟ بیبی زیر چشمم بعد رقم پوندیده. ما یک قسم اصلا بازی کردن نمیتونم. برشان بگو که فردا ادامه بدیم. درست است، بیازو خلاص است دیگه. راستش زیر چشماش پوندیده میگن همیشه که ادامه بدم. چی میگه؟ چه باش دختر؟ یعنی چی که فردا با مدیر برنامه‌اش زنگ بزن بگو میگه بس هست. وقت سر کار ما همراه قسم بازیگرای پوک باشه عاقبت ما میشه. لطفاً من نمیخوایم. یعنی چی که بازیگر پوک؟ راست میگه، عقب به جانب زیر چشماش پوندیده نمیتونه ادامه بده. اگه این قسم بازی کنه علاقه‌مندش متوجه میشه. هر هفته باید برش کمی وقت بدی. دختر جان تو میفهمی که همراهی کی گپ میزنی؟ بانین دوستا، بانین. حالا دیگه دوستا با امروز همه بس است. فردا بازی دامیشه بازی میکنیم. استاد جان باید درک کنین. طرفم بیبی چشمایم بیخی پوندیده. اگه این قسم ادامه بدم سرخط روزنامه خاط شدم. با وجود قدر مشکلاتی که دارم بازو نام درباره چیچیا گپ نمیزنن. این رقم میفهمین. دیگه نمیتونم این کارو کنم. شیرین بله. میریم. کجا میخواین بریم؟ سوال نکو، فقط بیا.
حالا دیگه آقا هاکان به نظرم به زیر چشمایتان از بادرنگ استفاده کنی. زیاد نه، فقط 100,000 لیره. تا 3 شنبه شو برات وقت میتون. در نصف شو پول بیار از روی پشت سر. کوشش کو که زیاد وقت تیر نشه. اگر نه شوهرت از جایی که آمده بود پس میره. این چی است؟ بسیار خوشمزه است. دستپختتان واقعا عالی است. بوریک کوزگون دستپخت خاص پدرم است. بسیار مزه‌دار است هم تو نیست؟ ما در جای قدر مزه‌دار نخوردیم. نوشه جانتان باش که ما استاد خبر کنم مو هم همراه آقا هاکان آشنا شوه. بیادر میشه که بعدن یک سلفی ما و تو بگیریم؟ نه دیگه توسون، تو هم بیخی نادیده‌واری هستی. آی دختر جان چرا این قسم یک چیز میگی؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ اگر رئیس شام است ما باید ببینمش. آی بیادگه یازنه جان به خاطر دخترت بروی. بله استاد ای آقای محترم هاکان است. آقا هاکان اینا استاد با مهارت ما مصطفی کوزگون است. خوش آمدی بچیم، نوش جانتان. چی شده نه که کدام چیز بد گفتم فقط نوش جانتان. دیوانه خانه است نه؟ دخترم چه قسم یک رئیس است؟ پدر جان هنر پیشه است، هنر پیشه. حتما نوزم دعوای نقش است. اینا همه قسم هستن، یعنی نقش بازی نمیکنن اسش میکنن. هنر پیشه های مشهور همه قسم هستن دیگه. پدرم دیدم. بالاخره پدرم دیدم. آقا هاکان چی شده؟ شما خوب هستین؟ خوب هستم. آقا هاکان خوب هستم. چیزی نیست. من خوب هستم. میخوایم برام یک مصاحبه دارم. درست است. چی کنم؟ چه قسم او بچه را پیدا کنم؟ بیاد و اگه او را در جایی ببینم هیچ نمیشناسمش. کم است که دیوانه شوم. آمد پدرم میکشه. طرف ما بیبی تو فکر کردی که کی هستی ها؟ اینجا چی میکنی؟ فکر میکنی از دختره که خورده جنگره حال زیاد فرق داری؟ بیبی دیجه تو فقط یک دستیاری عادی هستی دختر جان. تو طرف ما بیبی ما مسئول اینجا هستم. تو در زیر دست ما کار میکنی. این یعنی چی میفهمی؟ اگه بخوایم تو را از اینجا میکشم.
دیگه باید متوجه رفتارت باشی. گپ ما فهمیدی؟ ما را ببین سیبل، ما دیگه او دخترک احمق نیستم، فهمیدی؟ این دفعه مویایتم میکنم و مستقیم کلش در دستت میتم. گپ ما فهمیدی؟ دست ما کار کردی. با این خلاص نمیشی. ازت شکایت میکنم، تو را به محکمه میکشم، تمام داره نداره تصفیشت میگیرم. از این به بعد باید بفهمی که امرای ما چه قسم رفتار کنی. اگر تو را دیگه در یک قدمی خود ببینم باور کو پشیمان خود شدی. شوخی نمیکنم، فهمیدی؟ بیخی خدا یک چیز دیگه فکر کردی احمق. مگم تو پول کم خواستی ها؟ ده 3 روز من قدر پول از کجا کنم؟ مام از خود زیاد مشکلات دارم، اسمت بیدار. خواهش میکنم چند روز دیگه برام وقت بده. نمیتونم، من فوراً باید برم. برات گفته بودم نه؟ من از اینجا میرم، پول مرا بده، بایدم بده. آی چی میشه؟ یک چند وقت دیگه برام وقت بده بلیاز خدا. اوش کده باشی. دیگه پارا بان، من دیگه طاقت ندارم. خب حال هر قدر که میتی بده. کمال تو چی کردی؟ بچه‌م تو چرا اینه زدی؟ ما فکر کردم که به تو ضرر خواهد رسان. حالا یک بار ببینش. مرد؟ نمیفهمم، یک بار ببینش. چوب باش. چی کنیم؟ باید ورداریم از اینجا ببریمش، کسی نباید در یالت ببینش. کمال آی خدایا، خدایا تو برام صبر بده. آیسته جان من، آیسته آی خدا، اوه 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 اوزان کجاستی؟ دروازه رو بسته کن مادر، زود باش. مادر چی کردی؟ مادر ما چی کردی؟ نمیفهمم کمال، یادم مرده. آی من چی بفهمم؟ خدایا من چی بد کردم؟ بچه یک بار ببین این مرده چی بلا، چون ایتنا وست نمیکش. مرده. مادر من چی بفهمم؟ باش صبر کن که ببینم قلبش میزنه یا نمیزنه. خدایا توبه کردیم. یک بار گوش کن، صدای قلبش شنیده میشه یا نه؟ اینجا بیا، ایلایت نمیتو. ایلاج کن بچه من، ایلاج کن. سر وزدی شوسو برو گنی. درست است اسمت، هرچی بخوای برات میدم. درست است بچه من، ایلاج کن. چی میشه اون ایلاج کن. ایلایم کن. درست است ایلاج کن، هرچی بخوای برات میدم. صبح ما 2 برابر شد، 200,000 لیره.
تا 2 روز دیگه فهمیدی؟ درست است اسمت، هرچی بخوای برات میتم. درست است بچه به اعلام کن لطفا ایلش کن. اعلام کن تکان نخور شور نخور میکشم خدا غارغارت میکنم. تکان نخور گفتم. پول مرا وقتی آوردی در کوچه پشت سر بیارگنی باز من از اولاد خردت شروع کده کلشانه میکشم. بعد از او شورت در جای روان میکنم که لیاقتش داره. فهمیدی؟ درست است فهمیدم. ولی از خدا ایلاش کن بچه به اعلام کن. چی بشه اعلام کن لطفا بچه درست است بچه. همه چیز خوب میشه بچه. درست است بچه. تو خوب هستی؟ خوب هستم. بچه نرو لطفا نرو. چی میشه؟ نرو بچه. چی میشه؟ بچه نرو. شکر که تو خوب هستی جان مادر. زیاد ترسیدم که چیزی نشد. نه ترس مادر، من خوب هستم. تو خوب هستی؟ خوب هستم جان مادر. من خوب هستم. تو چطور هستی؟ خدا رو شکر که خوب هستی. بیا بگیرم. صبر کن. ایره بگی بخور. خدایا. الله خوب شد که رفت مادر رفت. نه رفت اما باز پس میایم. ما قدر پول از کجا پیدا پولی چی مادر؟ پولی چی؟ ما این رقم 6 تا نمیتونیم. باید با پلیس زنگ زده خبر بتیم، شکایت کنیم از یادم. کمال پلیس نه اوش کنی پدرتم از این موضوع خبر نشه لطفا. با پلیس هم چیزی نمیگی. وای مادر تو نشنیدی چی گفت از خردترینتون شروع میکنیم. چرا باید چوب باشه؟ کمال گفتم با پلیس نگویی و پدرتم از این موضوع خبر نشه. درست است؟ های مادر تو چی گفتم؟ میری دوای خونی چی است؟ این دوای خونی چی است؟ ایره برام بگو. اختار داد سمسه یادمو رسای کو. نمیفهمم جان مادر. همی که آمد مرا دید ازم پول خواست. من به خاطر که پدر جگر خون نشه به هیچ کسی چیز نگفتم. و پولی که خواسته بودم نتونستم آماده کنم. ای مادر تو به تنهایی خود از عهده قسم مشکل چی قسم بیرون میشی؟ میگیم پیدا کردیم 200,000 پیدا کردیم اما به کسی دیگه دادیم. چی کنیم؟ آدم بی خاصیت هست دیگه. چی کنیم؟ این مشکل حل میشه دیگه. این قسم مشکل سر رای ما نمیاد. های خدایا تو برام صبر بده. نه مادر نه، باید ای باره گپ بزنیم. این قسم نمیشه. تو فعلا آرام باش. درست است برو داخل. درست است اما باز گپ میزنیم. ما تو رای قسم تنهایی لکده نمیتونم. برو مادر تو حال فعلا برو گپ میزنیم. درست است. سایکو پدرم نشنوه. فهمیدی؟ اگه پدرم بشنوه باز خرابی میشه. من اینجا رو جمع میکنم باز میام. برو برو بعد سعی آرام باش دیگه مادر. خدا تو این مصیبت از رای ما دور کن. ای خدایا صبر بده. خدایا از دستی رقم آدم ما را نجات بده. جانم ما بیدار هستم. تو کجا بودی؟
کجا باشه مصطفی؟ ده تشناب بودم. تو تشویش نکن، من کل چیز حل میکنم. تو از خود شوهر داری نه؟ پول گرفته ده اولی پشت سر میاری، اگه نه از طفل خوردت به کشتن شروع میکنم. فهمیدی؟ حالا جیگر خون نباش، زود شو خواو کنیم. خواو میکنیم. آیسته 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 بیادر، دروازه را مشکنانی. نباید بیدار شد. بیادر بیا داخل. خب اگه بیدار شوه حالا باز رشخندی میکنه دیگه. چرا رشخندی کنه بیادر؟ به خاطر چیزی که ازت میخوایم. از من کدام چیز عجیب خونه میخوای بیادر؟ البته که نیوتی یک چیز نیست راستش. حاله تان جان، تو به این آدرس میری
دایی آدرس سحر است. سحر هم شناسی؟ سحر مبرایه بگی؟ و او را تعقیب میکنی. چطور یعنی؟ من باید یک دختر را تعقیب کنم؟ بله بیادرم تعقیب میکنی. فهمیدی؟ چرا که ما میخوایم او را متعجب بسازم و تو برم زنگ میزنی میگی که بیادر ما اینجاستم بیا. باز دفعتا ما میایم او مرا میبینه متعجب میشه. چطور است؟ بسیار جالب است بیادر. بله بسیار جالب است. میفهمم برات عجیب معلوم میشه ما به خاطر فیلم است. البته بیادر به خاطر فیلم است. ما یک قسم کارهای عجیبه به خاطر فیلم انجام میدیم. ما فیلم ساز هستم تانم جان. البته بیادر. درست است؟ درست است. خیلی میرم. درست است. موفق باشی بیادرم. آرام آرام به خیر بری. برو بخیر. برو. میگم خدا جزایت بده مصطفی، جزایت بده. بیا زدگه با آدم کجا وش و فکر میمانه. کور یک چشمه باز بدونی که خجالت بکشه بچه ما تهدید میکنه. او چشمتا من حتما از پشت میگیرم. او چشم دیگه تا مزد میگیرم لوده. تو نباید بچه ما و خانواده ما نباید تهدید میکنی. منتظر کسی هستی؟ تو به کار خود برس. منتظر کسی که هستی اون نامد. توبه من نمیتونم که بیرون ببینم. دیدم که هوا چطور است. از زن مامایم گپ گرفتم. یک نفر مثل براک است و تو را تعقیب میکنه. بله راستش او کت مادرم میایه به خاطر یک کار. آی من چرا به تو توضیح دادم میرم ها؟ برو با اتاق خود برو. خواهر میفهمی من دیروز دست سیبل شکستاندم. خوب کردم که شکستاندم. زیاد ورور میکرد. باز میبینیم. خواهر من به تو چی گفتم؟ دایی گل صبح چرا قدر عجله داری؟ یک کمکی آزارت بودم. نکو دیوانه شدی چی میکنی؟ برو توبه او طرف شکلوله سحر بود. چی شده؟ چی شده؟ با تو چی دختره؟ با جایی که به کارت برسی گپ زده میری؟ برو آماده شو حالا چی وضعیت است؟ درست است. برو دیگه. تخم پزی مادر تخم پزی را فراموش کردیم. در جایی که پاک بکردم اونجا مانده. برو لطفا دیگه. صبر کن سحر بره. اگه نه سوال کرده دیوانه میکنه. فهمیدی؟ حالا چی کنیم؟ پدر مال اونجا رفته. چیزی را که نباید پیدا میکرد حتما او پیدا میکنه. آی خدای من چی کنم؟ بیا رفته بیا. حالا بچیم زود برو. آی خدایا خودت کمک ما کن. توبه کردم خدایا تو برم صبر بده. قایماق بگیرین قایماق. توبه ایده کجا افتیده باشه؟ بفرمایین استاد. زنده باشی. گاز زیر اجاق خاموش کنم؟ خاموشش کن. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر پدر. صبح بخیر پدر جانم. پدرم. بچهای صبح چی داریم؟ بچهای صبح توسون یک صبحانه فوق‌العاده به دخترم آماده کن. کم پنیر بنداز، زیتونم بان، یک نان تازه بیار تا دختر مقبولم بخوره از صبحانه خود لذت ببره. زود شو. حالا زود باش نان تازه بگی. کجاست؟ تو چرا ماروار کج پلیچ میکنی خدا؟
گفتی گندنه کشت کردی نه پدر؟ ما هم گندنه میخوایم بچینم. گندنه چی یک تخم پزی خوبش؟ کی اینجا انداخته؟ حالا دستش هم شکسته. از او دستا یک در دکان داریم یک شبر نکنیم استاد. بشنو ایره با ما بته زود باش بته. بانش در جای بان که گرفتیش بان حالا زود باش. حیفزی بیادر من میخوایم جورش کنم. هنوزم گپ میزنه تو بکریم خدایا میکروب داره میکروب فامیدی میکروب وازش نکو بان پس در جایش پس بستش کو. این دیگه چی است از هر جایی که پیدا میکنی میاری در خانه این کار نکو بسیار بد است. اگه این کار بکنی باز هر روز تو در آشپزخانه میکروب خود آوردی این کار نکو فامیدی یا نه کلان آدم هستی. خوب دیگه برات املت جور میکنم. املت آماده میکنم مادر. تو نان بته پنیر بته. تو سن شنیدی نه که چی گفتم؟ حالا بچم او تخم پذیر کسی پیدا کرده در زباله‌دانی انداخته. متین او را میخواست بیاره. مام گفتم برو اوسو پرتو بعد از میکروب داره ای گپا. تو سن تو هم پنیر بیار سوسیس هم ببر. حالا زودتر کارای تکو. شیرین میخوایم یک چیز پرسان کنم. او نرمنده که مثل رئیس هاست نام او چی بود یادم رفتم. هاکان بازی کرد آل بلمانده نمیتونه خودت چه قسم بکشه. کاملا بلمانده. چی میکنین او را شفاخانه میبرین به خاطر تداویش؟ های پدر جان چرا ریشخندی میکنی؟ چی با فهم چی دلشان شد میکنه؟ یعنی زندگی هم تا یادم تو دیگه یک آدمه که نویسنده است نمیشه تا آخر عمرش نوشته کده بره؟ والا فکر خوبی است. چی؟ میگم یک نویسنده پیدا کنیم. چطور؟ از عادتای بد تو یگان داستان نوشته کنه اما تو خوب نیست. بسیار بر از زنه که از ما پیشی دختر شکایت میکنی. پدر ما خوب قسم نیست. من صدقه سر کلت شم. گوش کن چیزی میگم او بچه بیخی عجیب است. کارایش هر چیزی که کار میکنه عجیب است. چی است؟ او چشمایش قسم دیوانه‌وار میباشه اما تا ایران میماند کالایش هم رقم عجیب است. اگه بشناسیش بسیار آدم خوش اخلاق است بسیار خوب راست آدم اگه مشناختم خوشم میامد اما فرار کرد. ببخشین گفته را فقط گرگ پیشش کده باشه. اونا بازیگر سینما هستن پدر نمیتونیم اونا را درک کنیم. توبه ای چی از دستت گرفتیش؟ آی چی شده کارتان عملت شده چه قسم؟ آمدیم پدر جان آمدیم. میارن واسکو دیوانگک واسکو. بیا بگی دخترم بگی. باتش برای ما. ماشالله چقدر مزه‌دار معلوم میشه بیادر. خوبش است اما زردیش یک ذره زیاد پخته شده هیچ قسم خوشم نمیاد. حالا هر کس پخته کرده میتونه بگیم که خوب است. داخلش نشایسته نیست پدر. او سحر کجا سحر؟ وان باید یک دو لقمه میخورد نه؟ او صبح وقت فراری آواری رفت. فراری ها؟ او هیچ وقت بدون بوسیدن ما نمیرفتم. ما صبح وقتی یک دواره باید پیش میبرد تو خاطر کمی زودتر خست و رفت اگه نه هیچ وقتی به خبر نمیرفت. راست میگی. و بچه صبر کو تو چی رو در پشتت پود کردی؟ اینجا به زود باش دار بخو ببینم. دار بخو یک بار دار بخو چی است در پشتت؟ توبه بچم تو چه قسم آدم هستی؟ چقدر حریص هستی؟ مگم برات نگفتم کی رو دور بنداز میکروب داره؟ بیادر گناه ما چی است؟ این خو نبود میخوایم جورش کنم. والا راست هنوزم گپ میزنه به خدا کتمی در دانت میزنه. متین گپا بفهم. برات گفتم که میکروب داره نه نباید امروی میکروب سر و کار داشته باشی. آشپزخانه نبری را مریض میکنید. برو هر قسم که میگه همه قسم بکن. تخم پزی گفته از صبح تا حال مرا دیوانه کردن به خدا. این چه قسم مردم هستن؟ متین بچم چرا پشت تخم پذیر گرفتی دیوانه شدی چطور؟ برو داخل. برو بچم حالا برو دیگه. برو هر چی میگم اما قسم بکن. تخم پذیر وان از صبح تا حالا مرا قسم دیوانه کرده رفتین. صبح بخیر. آقا اورهان صبح بخیر بیادر جان. صبح بخیر. هیچ نمیخیستی؟ کل کارت نوکرت میکنه چرا خیستی؟ والا شما خو امرای سحر خانم تا صبح چکر میزنین ما کار میکنیم. قهوه تان آماده است لطفاً بفرمایین بیادر جان. تشکر. میتونی که بری. یکمی کم بود. آی صبح بخیر. صبح بخیر. گرم معلوم میشه.
خیمه یک چای دم میکنم. تو هم بیشی. از جایی که مانده بود ادامه بده. درست است. یامور؟ بله استاد. روز اول که با ارهان در موبایل گپ میزدم تو هم اونجا بودی؟ من یک شماره را ازش خواستم. بله اینجا بودم استاد. کار میکردم. خو خی تو هستی که جاسوسی مرا میکنی ها؟ اما تو نیست؟ استاد من واقعا قسم یک چیز نمیخواستم. چیزی که من گفتم همی است. اگه تو در گروه ما هستی در مورد زندگی شخصی من نمیتونی حتی با دختر خالت هم چیز بگویی. درست است؟ میتونی بری دروازه را خود دیدی. معذرت میخوایم. بچه می قسم کار نکن. او بیچاره با ما چقدر زیاد کار میکنه. چقدر سرش اعتماد داشتی. در اولین اشتباهش امی کار کردی؟ باید یاد بگیره که در گروه خود خیانت نکنه. درست است بیادر، این اولین اشتباهش بود. اگر تو هم قسم یک کار کنی با عایشه اوزار هیچ فرق نداری. درست از بانش چند دقیقه گریانای خود خلاص کنه باز پیشش برو بخوایش. بیا از اون از عایشه اوزار فرق ندارم. تو خوصه فهمیدم. بله مشنوم. درست است. تو با تعقیب کردن ادامه بده، مام زود میایم. درست است. خیرت باشه. کی رو تعقیب میکنین؟ هیچ بیادر، تو نمیشناسیش. درباره فیلم یگان مفکوره دارم. توبه خیمهش خبر ندارم. این کارای تو چه وقت خلاص میشه ها؟ دور برو دست نزن. یعنی من از خود هیچ کاربار ندارم. حالا زود برو طرف مکتب ببینم چی گلی را به اومیتی. حالا زود شو. زود من هیچ گناهی ندارم. آی زفرو بیچاره را آرام با چی میکنی؟ آی بالیاز خدا کلتون آرام باشین. ما برات نگفته بودم که یک تار موی و بچه کم نشه؟ گفته بودی، اما این بچه بیخی از چته برآمده به خدا. هیچ گپ گوش نمیکنه. باز در مکتب چی کردی؟ زود باش برام بگو چی کردی؟ ما خود کاری نکردیم. بچه مگه تو کاری نکردی؟ خیلی چرا مدیر مکتب ما را اونجا خواسته؟ بشنو که چی میگم. باز اگه به خاطر فروختن چیزای عجیب و غریب باشه باز مکتت میفهمم. من چه قسم به کدام روی طرف مدیر سر کنم بگو. درست از مامورای مدیر گپ میزنم تو نرو من میرم. میبینم که چی گپ است. درست از با هم میریم. تو مکتب به خاطر گپ زدن میری؟ آی قربانت شام سالا رفتیم امروز هم میرم. چی گپ است دیگه؟ کمال بچیم بیان بنداز کم نان خدا بخوره باز میریم. بیا زو فایدت همین نمیرسه. که سامان خدا خلاص کنه باز میریم دیگه. دی چی گپ است؟ من مکتب نمیرم. چرا نمیری؟ میگم من نمیرم. تو چرا قسم میگی یک داری؟ درست از طولانیش نکن. من میرم کالای خدا تبدیل میکنم تو هم برو سر کارت. ممکنه بخورم گوش نست. گوش نستی؟ چرا همیشه هم قدر مفخوری میکنی بچیم؟ برو سر کارت برو. بیا اینجا بشین بیا. ببین چی میگم. فکر نکو از دستم خلاص شدی. من همراهت باز میفهمم. درست است بانش که نان بخورم ماما. به خاطر این کم بود گوش نبانم. بته برم ماما. حالا زود باز گوش نستو. خب یازنی میره مکتب. کار خوب میکنه. توبه آدمه که تا دکان سر کوچه نمیره میخواه که بره به مکتب بسیار جالب است. کدام قسمتی کار برای جالب بود نفهمیدم. ها مکتبی را که میگی 300 متر دور است. تو کنایی ایره ببینا. درست است چیزی نگفتیم. فقط پشتی دروازه نیاید که هیچ حوصله اضافگی ندارم. بچه بیچاران بیخی دیوانه شدن. درست است ینگه قنگو بیچاره بیخی نان علاقه در رفته کو خیس رفت. بچه‌ت نام خدا هوشیار است ایست. من خو ایره نفهمیدم که چرا شما این قسم اولاد کلان میکنین وقتی در قصهش نیستین. ای قسم نگو بیادر جان. طفل و هوشیار همیشه درد سرساز هستن. بدون سوال کردن کاری را نمیکنن. وقتی که کار سر دل خدا کردن بازدگاه میگن که بی تربیت هستن. بشنوین زبان شما دو نفر زیاد تیز شده. در تربیت اولاد ما ضرور نیست شما دخالت کنین. شما اول خودتان ببینین. میخواین که مثل شما تربیت داشته باشه؟ تربیت اولادای مرا چی شده ملکه خانم؟ تو هیچ تشویش نکن. گپای چی معنا میته؟ چرا این قسم میگم؟ نه درست است ایست مادر. نه این گپ شما چی معنا میته بگوی. مادر بس است دیگه وقت نان شروع نکنی. راست میگه نان تا بخو پشتش نگه. از دست شما دیوانه خواهد شدم به خدا. در سر دسترخوان کشیش کرد. مادر کجا میری؟ شما چی باشید؟ زن ماما سعیز بیا بیشی نان تا بخور. تو بکردیم خدایا چه قینا پشت برو حالا برو. مادر تو هم مکتب که رفتی دیگه رقم کارهای عجیب و غریب نکو. به خاطر تو سایکو کلگی جنجال داره. سایکو کمی متوجه باش بچه. ما کاری نکردیم اینا فقط گپ زدن یاد دارن.
سحر تو اینجا چی میکنی؟ تو مرا تعقیب میکنی؟ بله مجبور هستم، چرا؟ چون اگه تو را نبینم دلتنگت میشم. تو مرا از خانه دیده میری اما قسم نیست کجا پد شده بودی؟ پالیدمت نیفتمت. خب ندیدنت به این معنا نیست که اینجا نبوده. خب بگو که تو از من چی میخوایی؟ تو پشت ما دق نشدی؟ 15 دقیقه بعد یک دوا دارم. میفهمی از طرف صبح چقدر مقبول معلوم میشینه؟ البته که میفهمی، خدا میفهمه ای گپ چقدر شنیده باشی. تو همیشه ای گپ میگی. من هنوز از کسی ای گپ نشنیدیم. ببین یک کار میکنیم. ما اینجا منتظر میباشم، تو برو دعوای امروزت خلاص کو، برنده شو، باز بیا هر کاری که میگی میکنیم. بیا زمینجا من منتظرت هستم. درست است. قهوه بگی. نوش جانت. استاد تو چرا یک قسم دانت پیخ مانده؟ تو خوب سایل کو، ما درباره فیلم با هم گپ میزدیم. تو چرا خنده میکنی؟ برو یک کار کو، یک قهوه برام بیار و به خودم یک گلاس بگی. وقت پس آمدی همینجا بیشی و دخترم میفهمم کامل استاد، پرسان کلش به خاطر موضوع کاری است. این گپت خوشم آمد. مادر من میرم، همیارم ابراهیم تو آمارم باشته ایست؟ های بچیم، ما این موضوع را چه قسم حل کنیم ها؟ چه قسم حلش خواد کردیم؟ حلش میکنیم مادر، یک راه پیدا میکنیم. تو تشویش نکن، یک راه حل پیدا میکنم. درست است، اما اینقدر پول از کجا؟ پولی را که خواسته خو کم نیست نی؟ درست است مادر، حلش میکنیم، به یک شکلی حل خود شد، پیدا میکنم. خیر ببینی. تشویش نکن مادر جانم، متوجه خود باش. تو خدایا تو کمک ما کن، تو کمک ما کن یا رب. درست است فهمیدم آقا بهادر، درست است. حالا براتان آدرس روان میکنم. وقتتان خوش. آدرسش کجا بود؟ بله. آن درست است. سلام. سلام. آیشه خانم. بله. حد زده بودم. مظفر پاشا هستم. ببخشین ما هم دیگر هم میشناسیم؟ نه نمیشناسیم، اما ما همینجا زندگی میکنم. خواهرم و شوهرش اینجا را پیش میبرن، فهمیدین؟ خوب پس قسم خوش شدم. مام دفعتا شما را دیدم گفتم آمده از پیشتان تشکر کنم. یعنی به خاطر موضوع کرایه خانه میگم. اگه او را کم نکردین، حداقل ما را از خانه بیرونم نکردین، بسیار تشکر میکنم. یک خانم فهمیده هستین، همچنان یک خانم بسیار ظریف هم هستین. قلبتان هم به اندازه خودتان بسیار زیاد زیبا است. استغفرالله. بله، به خانه شما دست نمیزنم، چرا که میخوایم نقشه ساختمان تغییر بدم. خب پس اینجا رو خریدین؟ بله، همه قسم یک چیز است. در اصل کم مجبور به این کار شدم، چرا که صاحب دو ساختمان یک نفر است. از او خاطر در مقابل ساختمان شما این ساختمان بسیار خوبتر است. به خدا بسیار کار خوب کردین. 5 سال میشه که اینجا خالی است. سال قبل ما گفتم که اگه شب اینجا یک کافی مقبول جور کنم، مشتریاره اینجا بیارم، کل مردم اینجا بیان و برن. بیری بارک شب ما شوهر خواهرم این کارا هیچ قبول نکردن. جالب است. شما در چی فکر هستین ها؟ نمیفهمم، هنوز تصمیم نگرفتیم. اما ای که گفتی کدام کافه جور میکنی فکر بعد فکر خوب است اما کسی درکش نمیکنه. این کار بسیار درآمدم داره اگه کسی بخواد انجام بده. میفهمم. آقا ظفر، شما یک آدم بسیار باهوش هستین.
من حتی تحت تاثیر گپایتان رفتم. میتونم پرسان کنم که شما مصروفی چی کار بار هستین؟ رستوران. راست بگویم ما یک رستوران داریم. نتونستیم ادارش کنیم اما نتونستیم پیش ببریمش. ما به می خاطر خواستم این موضوع رو به شما پیشنهاد بدم. بسیار ببخشین اما من از این پیشنهادتان بسیار خوش شدم. ببخشین اما چطور؟ چرا که اگر بخوایم این کار کنم میخوایم با شما کار شروع کنم. چی نظر دارین؟ راست میگین؟ بله، یعنی شما در این منطقه خوب بلد هستین، خوب میتونین از عهده این کارا براین فایده کنین. راستش بسیار زیاد خوش شدم و هیجانی هستم. یعنی این قسم دفعتا شما را دیده گفتم نتونستم چه قسم بگویم. شما کمی برام وقت بتین تا فکر کنم لطفاً. درست است، فکر کنین اما زیاد طال نتین. درست است؟ مام بسیار عاجل به یک کس ضرورت دارم. راستش فعلا ببخشین من باید برم. خداحافظتان. خداحافظ. بله، میشنوم آقا بهادر. درست است، من منتظر هستم همینجا. یک راه حل پیدا کردیم. خداحافظتان. چی شدید؟ از تو بس که هیچ گپ نمیزنی کمال؟ آماده است. آمدم استاد جان. کمال بریم بگو چی شده؟ راستش پدرم یک مشکل داره. با پول زیاد ضرورت داریم. چقدر؟ 200,000. خب میگم که او را که به تو دادم این مسئله شراکت را به تعویق بندازیم. تو او را به ما بده اگه پدرت ندادی. این چی است؟ سهم شراکت کمال است. حال حسابش پیش خود داشته باشین که از 100% سهام چقدرش مربوط میشه. باید این موضوع معلوم و مشخص باشه. یعنی مصمم هستی که با او بی‌تر به شراکت میکنی؟ بله پدر. بیبی او معلوم است چه قسم است. برش بگو سر خود از بشقاب نباید بالا کنه برای به کار بار خود برسه. های نه، ما او پول برش ندادیم کمال. واقعا؟ بله، به عنوان قرض میگیریم. نه، مشکل حل میکنیم. بسیار خوب سودم خواهد کردیم. نیاز نیست در این مورد دیگه فکر کنی. آی بانو بسیار زیاد تشکر میکنم. واقعا من منتدار تو هستم. چی بفهمم؟ راستش پدرم در وضعیت بسیار سخت است. خب چی وقت ضرورت داری؟ راستش بگویم هر چی زودتر شوه بهتر است. عاجل است. تو میتونی بیاریش؟ درست است. امروز پرداخت داریم. دوشنبه یک کار کرده حلش میکنم. درست است. های بسیار تشکر. یعنی مرا از کلان دردسر نجات دادی. نمیفهمم برای چی بگویم. تو فرشته نجات ما شدی. میفهمی؟ بسیار تشکر. استاد یک بشقاب دگم ضرورت دارم. اگه آماده کنید خوب میشه. همین دقیقه آماده میکنم. الله. خب گوش های تا واز کده. گوش که چی میگم. او چیزایی رو که تو در مکتب بمسون فیاد یا با شاگردای دیگه میبری مفروشنی. چند نفر به خاطر او چیزا اساسیت کردن مریض شدن. باز مادره و پدرایشان آماده پیش مدیر از تو شکایت کرده. بچیم اونا به خاطر که خدا نمیشوین جانشان خارشتک میکنه. نه دیگه گناهی من چیه؟ به جایی که اشتباهی خدا قبول کنه هنوزم گپ زدن. آی چی میکنی؟ توبه آرام باش. طفل از شوخی میکنه. چی کنم اینجی خواهر؟ من همراهی چی کنم؟ اگه یادم از مادر محکمه و حوزه شکایت کنه باز دعوا واز میشه. چه قسم خسارتشون بپردازیم؟ نه او قسم یک چیز نیست. کس هم شکایت نمیکنه. تو برو. ما همراه مدیر گپ زدم. او آدم خوب از گپ در کرد. او حسادت میکنه قبول نمیکنه. من ایره خوب میفهمم. چه قسم؟ به خاطر که نمیتونه با فروش قلمای خود مشتری جذب کنه همراه من حسادت میکنه. باش من صبح یک بار کردیت کارتت غیر فعال کنم باز میبینم که چه قسم فرمایشت میرسه. آقا حسن قلم فروش. مادر در تجارت همیشه ریسک وجود داره. اما تو نیست کاکا مصطفی. وره کده جواب مرا نتی. اگه نیکس از دست من تو را نجات دادن نمیتونه. آرام باش. خب تو آرام باش. توبه تو کده ما بیرون بیا. چند دقیقه با هم گپ میزنیم. تو هم با این چای جور میکنی قهوه جور میکنی هر چیزی که میتی آرام شوه. بعد از بخدا دوستون یک گیلاس چای شیرین آماده کو. حالا دیگه تو را چی شده که قدر سر طفل چیغ میزنی؟ توبه خب فکر کو اگه این مردم از من شکایت کرده خساره بخواین باز من چی خواد کرده؟ تو بگه پای شوهر خواهرت گوش کردی یا نه؟ برو بیشی. ای چی است؟ حساب بانکی. آفرین. از یا بعد از توست. هر ماه یک مقدار پول دهی مندازم بچیم.
وقت مادر پدرت پول داشته باشن اونم در یه حساب پول مندازن. به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی باشه؟ به خاطر آیندهت بیعقل. از این به بعد سر کتابای خود انداخته درس میخونی. پول پیدا کردن بان به کلانا. چی شد؟ خوشت نامد؟ نه والا خوبش گفتی. 10 نمره و 5 ستاره برات میتم کاکا مصطفی. خوب است. حال یا مستقیم خانه برو، بکست بگی و طرف مکتبت برو. مستقیم با مکتب که رفتی باز درست میخوانی، درست است؟ هیچی است؟ چکت بزن. صد لیره انداخته. هی دیگه چی است؟ ما باید پول زیاد به دست بیارم تا که مکتبم خلاص کنم. این قسمت هم میتونم تغییر بتون به نظر. نه این قسم به نظرم خوبش هست. این کم قدیمی معلوم میشه. میخوایم که کلانتر جورش کنم. نمیفهمم چه قسم، اما میخوایم که شیشه و این چیزایش راست میگی. این قسمت هم اینجا چی میکنن؟ پس کارایی مربوط تو میشه باید انجام بدی. سلام، خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. معرفیتون میکنم انجینیر ما آقا بهادر. خوش شدم. آقا مصطفی صاحب رستوران گزگونه. ما همچنان. بله، یک رستوران تک است دیگه. ما میخوایم درباره پیشنهاداتی که دادین آمادگی بگیرم. با اجازه تان من نظر به ای که انجینر اینجا خواستین البته تغییرات میخواین. بله، ساختمان به ترمیم نیاز داره. قسم نمیشه باید آمادگی بگیریم کار.